خدای پاک رو بی نهایت سپاس گذاریم از اینکه این توفیق رو به ما عنایت فرمود تا در این بره از زمان که جهان معاصر مملو و از مفاسد اجتماعی و اخلاقی در چنین جلسه میمون و مبارک و با شکوه و با عظمت در مسجد بهترین اماکن نزد خدا شرف و حضور داشته باشیم. امیدواریم خدای پاک این نشست ما رو و حضور گرم و صمیمی همه دوستان رو به درگاه خودش قبول بفرماید. و تبریک و تهنیت عرض می‌کنم این محفل فرخنده و مبارک رو خدمت شاهداماد عزیز جناب آقای داوود خانی، خانواده معزز ایشان و همچنین خانواده عروس که فکر میکنم خانواده دهقانی باشند و در واقع جای قدردانی و تشکر نیز دارد از استاد بزرگوار و امام جمعه این مسجد جناب مولانا صاحبی حفظه الله که قطعا بانی و بنیانگذار و مؤسس این جلسه در واقع ایشون بودند، زیرا چنین جوانانی رو تربیت کردند تا امروز به جای لهو و لعب، ساز و سرنا، رقص و رقاصی چنین جلسه باشکوهی رو دوستان تشکیل بدن. حقا که بسیار این جلسه فرخنده و مبارک و میمون است، جای بسی افتخار است. شاید بسیاری از دوستان همین که نامه عروسی به اونها رسیده و یا این که دعوت شدن به عروسی بلا فاصله در ذهن اونها شرکت در یک جلسه لهو و لعب، ساز و سرنا، رقص و رقاصی در ذهن اونها تداعی شده است و حق دارند، چون که عروسی های امروزی فقط اینطور نام گرفته است که هر جا که نام عروسی بیاد یعنی ساز، یعنی اور، یعنی رقاصی، یعنی جمع شدن تعدادی از جوانان بیبندوبار و با مجردی که داخل روستا آمدن جهت شرکت در عروسی برخلاف ذهنیتی که قبلا در ذهن اونها ایجاد شده دیدن که نه بابا، میگن عروسی داخل مسجده. یعنی چی؟ عروسی و مسجد، ساز و سرنا و مسجد، رقاصی و مسجد، این یعنی چی؟ و حتما منتظر بودن که الان میکروفون دست یک از خدمت شما رقاصه می بود، دست یک طبلزن و دهلزنی می بود و دیگران می رقصیدن. آمدن دیدن نه بابا، یک امام بالاخره یک مولوی آمده و یک شیخی با ریش و عمامه آمده صحبت میکنه و چند نفر هم مولوی و علما نشستن. این یعنی چی؟ این چطور عروسی؟ اتفاقا میگه یک روزی یک عالمی آمد به یک محله‌ای، به یک مسجدی برای امامت، دید که تو مسجد فقط چند تا پیرمردن، دیگه از جوونا خبر نیست. این عالم سوال کرد که خان روستا، بزرگ روستا، جوانان کجاست؟ مسجد محل تجمع جوانان و حضور جوانان است، ولی یک جوان ما تو مسجد شما نمیبینیم، فقط چند تا پیرمرد، اونها هم که پاشون به لب گور رسیده و هر روز صبح اسرائیل در خونه‌شون رو میذارن که فردا پس فردا بعد رفت سفر رو ببندیم. اینا آمدن تو مسجد، کسی دیگه نیست. گفت جناب مولوی جوانان به مسجد نمیان، جوانان یک کاباره‌ای رو دارن، جایی که قدیم زنای رقاصی میرقصیدن، خواننده‌ها شراب و نمیدونم مسائل و مفاسد اجتماعی اونجا بود، جوونا اونجا رفتن. گفتن کجاست کاباره؟ گفتن شما چیکار کنید؟ گفت آدرسشو بدید من کار دارم. آدرس کاباره رو دادن. گفت وقتی جناب مولوی با این ریش و عمامه نریزشته ها. گفت شما چه کار دارید؟ حالا من میرم. گفت خدا شده آبروی علما میره، با این ریش و عمامه مولوی صاحب آمده با کاباره برای رسیدن. آمد اینجا و به هر حال تو رقاصه رفت، رقاصخانه، دید که یک خانم بره داره میرسه و دوستان و جوانان جمعن به دهانش میکنن، بالاخره دارن عیش و عشرت میکنن، به اصطلاح جوانای امروزی حال میکنن به اصطلاح. بعد آمد به رئیس کاباره گفت این زنی که هر شب اینجا رقاصی میکنه و میخوانه، ترانه میخونه، هر شب
شبی چقدر میگیره؟ گفت مثلا 200,000 تومان. گفت آقا من به شما فردا 400,000 تومان میدم، فردا اجازه بدید فردا شب من اینجا برقصم. میگم یک بار این صاحب کاوه رو جا خورد. ای جناب مولوی صاحب دیگه ما رو خجالت ندید، مولوی ها هر کاری بکنن رقص نمیکنن خودش، این یکی رو ندید دیگه توهین میشه به مقام شامخ علما، شما رقاصی. گفت مشکلی نیست، حالا ما هم یک رقصی خواهیم کرد، شما اجازه ما بدید. گفت نه نمیشه. گفت آقا 400,000 تومان کم 800,000 تومان بهت میدم، درست چند برابر؟ 4 برابرش. اجازه میدید؟ این آقا ازای تطمیع وارد شد، فوراً طمعی رو زیر سوال آورد. گفت اشکال نداره، پس من باید حتما هر طور شده فردا شب رو اختصاص به شما بدم. گفت اشکال نداره. بالاخره فردا شب شد و جناب مولوی صاحب با این عمامه و با یک پالتو و عباقبایی رفت. دقیقاً لحظه‌ای که قرار بود اون رقاصه بیاد پشت صحنه و شروع بکنه به رقصیدن، همیشه این رقاصه پشت پرده قرار میگرفت، ساعتها به انتظار، بعد پرده میرفت کنار، رقاصه میامد وسط میرقصید. حالا امشب همچنان جوونا جمع شدن، سوت میزنن، تخمه بالاخره پوش میکنن، پفک و چیتوز به هوا میدن، سیگار پف میکنن، هر لحظه به اصطلاح خودشون حال میکنن، منتظرن که خانم و رقاصه بیاد از پشت پرده بیرون و به حال اینها بیفزاید. ساعتها انتظار که ناگهان پرده کنار رفت، همه سوت کشیدن به استقبال رقاصه که یهو دیدن یه مولوی صاحب بلند شده بیرون آمد. همه جا خوردن، از جا بلند شدن، میخواستن مجلس رو ترک کنن. جناب مولوی صاحب عزیزان یه لحظه بشینید، یه لحظه بشینید، من با شما یه حرف دارم، فقط بس بیشتر وقت شما رو نمیگیرم. بذار رقاصه بیاد برای شما برسه، من فقط 2 دقیقه با شما کار دارم. سروران عزیز میدونید چه گفت؟ گفت عزیزان، دوستان، جوانان، این همه شبها که زدیم و رقصیدیم و پای کوبی کردیم و حال کردیم، بیاییم یه امشب رو برای خدا بزنیم و برقصیم. بیا یه امشب رو برای الله بزنیم، امشب رو با خدا باشیم، امشب رو با محمد رسول الله باشیم، امشب رو با قال الله و قال الرسول باشیم. سپس دست دعا رو به سوی خدا بلند کرد و فرمود پروردگارا هدایت این جمع کثیر و این همه جوانی که برای شنیدن ساز و سرنا و الوات اینجا آمدن دست من نیست. پروردگارا قلوب بندگان بین اصبعی الرحمن تقلبها کیف تشاء. خدای قلوب بندگان میان دو انگشت بلا کیف توست، هر طوری که بخوای اینها رو میگردونی. اللهم صرف قلوبهم علی طاعتک. خدایا قلوب اینها رو بر طاعت خودت منصرف بگردان و منقلب بگردان. خدایا من نمیتونم اینها رو هدایت بکنم، هدایت در دست توست. چنان زد زیر گریه، چنان التجا کرد، چنان تضرع کرد که جمعیتی که برای سرور و خنده آمده بودن همه جوانها زدن زیر گریه و بر گناهان گذشته ایشان پشیمان و نادم شدن. عالم از کاباره زد بیرون، به خدا قسم همه جوانها هم زدن بیرون و دنبال عالمو گرفتن و آمدن در مسجد و مسجدی شدن. جوانان عزیز بیایم یه امشب رو در این محفل عروسی برای خدا بزنیم و برقصیم. امشب رو با خدا باشین. چه شب مبارکیه. آقای داود جان اگر هر مجلسی میگیره به خدا قسم لذت این مجلس رو نداد. چرا؟ چون که این مجلس خیلی تفاوت‌های فاحشی با مجالس دیگر داره. یک، حضور فرشتگان در این مجلس و حضور شیاطین در مجالس دیگر. مطمئن باشید علما نشستن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که هرگاه محفل و مجلسی برای رضای الله و برای تبلیغ دین خدا برگزار بشه، فرشتگان دور تا دور این مجلس و محفل رو احاطه میکنن و حتی برای اهل این مجلس طلب مغفرت میکنن و الله یتباها بکم الملائکه و الله ذوالجلال بر چنین مجلسی بر فرشتگان خودش مباهات و افتخار میکنه. ولی در مجالس دیگر طوری نیست. فرشتگان فرار میکنن، شیاطین میاد. دو، حضور علما، افراد پاک، مؤمنان نمازگزار، جوانان عرض معصوم و بیگناه در این مجلس و انسانهای پاک و حضور انسانهای الباب، بی خدا بی خبر، از فطرت، معذرت میخوام، و جوانهای لات تو جلسات ساز سرنا. این بهتره یا اون؟ همه با وضو نشستن، همه الحمدلله صالحن. این دو. سوم، وجود معصیت در مجالس غیر از این مجلس.
الان اگر جای این مجلس دیگری بود، یعنی ساز و سرنا، هزاران معصیت و گناه اونجا انجام میگیره. شراب میآمد، تریاک میآمد، شخص میآمد، جوانهای بیبندوار میآمدن، هزاران گناه الواتی انجام میگیره. اما الحمدلله از ساعات اولیه شروع این مجلس تا به حال الحمدلله هیچ معصیت و گناه اینجا صورت نگرفت. و پنجمین تفاوت، اعصاب راحت، داشتن روان راحت در این جلسه. آیا اگر در این جلسه هم ساز و سرنا می بود، روان شما تو راحت بود؟ ساز و سرنا دیوانه میکنه انسان رو. حالا جوونا میگن ما حال میکنیم، حال نیست، وباله، حال نیست، وباله، عذابه. خودشون هم نمیتونن، راهی ندارن، وگرنه خسته‌اند. ساز بزن از این طرف، جیغ و داد از اون طرف، چاقو کشی از این طرف، هزاران بدبختی. اما الحمدلله اینجا نیست، همه راحت ساکت نشستن و همه دارن گوش میکنن کلام خدا رو، روان راحت دارن که الا به ذکر الله تطمئن القلوب. الله ذوالجلال میگوید روان انسان، روح انسان، قلب انسان و دل انسان فقط با یاد الله آرامش میگیرد. لاغه سروران عزیز و جوانان محترم، این مجلس این 5 تفاوت فاحش رو با جلسات دیگر داره. حالا خودتون قضاوت بکنید این محفل بهتره یا محافل دیگر؟ این مجلس مبارکتره؟ حالا اجر اخرویشو بذار به جای خودش. اینا 5 تفاوت دنیوی بود. حالا در آخرت خداوند عزوجل به این شادامات به خاطر این مجلس و به خانواده محترمشون و جناب مولانا صاحبی که دستن در کار بودن، اجر اخروی اینا چقدر خواهد بود خدا میداند، که قطعا اجر بسیار عظیم و بالایی خواهد داشت. جوانان عزیز، اینها برای ما باید الگو بشه، اسوه بشه که در آینده انشاءالله این اولین جلسه دیگه آخرین جلسه نباشه. این جلسات باید به کرات و مرات باید صورت بگیره، وگرنه دوستان عزیز و سروران بزرگوار عذاب خدا بسیار سخته. مطمئن باش معصیت و گناه انسان رو به زمین میزنه، سیستم وجودی انسان رو مختل میکنه، انسان رو بی عزت و بی غیرت میکند. شهامت دینی اگر از زندگی انسان رفت، انسان هیچ پوشه. بیاییم دست در دست یکدیگر بدیم برای اینکه قلب ما رو آباد بکنیم، زندگی ما رو آباد بکنیم. بریم دست محبت رو در دستان بلا کیف الله ذوالجلال قرار بدیم. دوستان عزیزان، تو دنیا همه باید محبت داشته باشن، هر کسی باید یک دوستی برای خودش بگیره، ولی چه دوستی بهتر از رب العالمین؟ دوستان شاید سوال بکنم مگر میشه با خدا هم دوست شد؟ بله، یعنی حدیثیه، حالا کار ندارم ضعیفه یا درسته، یه حدیثه که الله ذوالجلال در هر روزی چندین بار متوجه قلب انسان مسلمان میشه. این قلب، این دل، به قول اقبال دلان بحریست کو ساحل نورزد، نهنگ از هیبت موجش بلرزد. جهان دل جهان رنگ و بو نیست، در او پست و بلند و کاخ و کو نیست، زمین و آسمان چارسو نیست. در این عالم، یعنی در عالم دل، بجز الله بو نیست. این عالم دل عالم الله. ولی چه کنیم که امروز هر چیز در این دل ما جا داره غیر از خدا. این دل رو بیایید سروران عزیز محل نزول رحمت‌های خدا قرار بدیم. الله ذوالجلال روزی چند بار به این دل بنده مسلمانش متوجه میشه که یک لحظه دل بنده خودش رو از غیر خودش خالی میبینه، محبت خودش رو در قلب اون جا بده. ولی متاسفانه اونقدر قلب ما مشغول با محبت دنیا و زرق و برق دنیا شده که یک لحظه هم حتی فارغ نیست که خدا خودش تو قلب ما جا بده. سروران عزیز، چرا اینجور شد؟ به قول اقبال باز بر رفته و آینده نظر باید کرد، هله برخیز که اندیشه دگر باید کرد. پیر ما گفت جهان بر روش محکم نیست، از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد. گفتمش در دل من لات و منات است بسی، گفتم توی قلب من هزاران لات و مناته، هزاران بت و اهریمنه، هزاران محبت غیر الله، محبت مال، محبت جاه، محبت پست و مقام، محبت زن و اولاد، محبت غیر و گفتمش در دل من لات و منات است بسی. گفت این بتکده را زیر و زبر باید کرد، که تو اگر ترک جهان کرده سر او داری، پس نخستین ز سر خویش گذر باید کرد. این بتکده باید زیر و زبر بشه تا الله ذوالجلال تو این قلب جا بگیره. دوستان، دوست دارید محبوب خدا بشید؟ دوست دارید دست دوستی را امشب به بعد تو دستان بلاکیف خدا قرار بدید؟ دوست دارید یا ندارید؟ دوست دارید. پس آماده باشید. چرا چرتی؟ خوابتون گرفته؟ راحت باشید.
خواب نیست امشب. خدا نکنه یک منبری به یک آخوندی تبدیل داده بشه، حالا پایین نخواهیم اومد. میگه روز یک، چون که نگن عروسی همش گریه بوده، نه، یک روز یک آخوندی رفت پشت منبر، شروع کرد به سخنرانی، چشماشو بست، شروع کرد به جیغ داد کردن مثل ما الان. هرچی مقتدی‌ها این ور اون ور کردن، خسته شدیم بابا این چه وضع، ما اومدیم در عروسی عجب گیره کردیم، افتادیم به دام این ملا. دید که نه بابا این چشماش مثلا نگاه نمی‌کنه، یکی از اون در بیرون شدن. رفتن مهمانا که خلاص شدن، مهمانا راه دور، فقط مقتدیان مسجد به آبروی مولوی اونجا نشستن، گفتن بلکه این تمام بود. دید که نه بابا این حرفانش نیست، چشماش هم باز نمی‌کنه به انصاف که نگاه کنه کسی هست یا نیست. همین مقتدیای مسجد هم رفتن فقط مولوی مسجد گفت چیکار بکنم، بعد دیگه زشته. مولوی مسجد به هر چیز ایستاد، دید نه بابا این اصلا باز نمی‌کنه چشماشو ببینه چه خبره، دید نه بابا ول نمی‌کنه، آمد با شانش زد، گفت آ جناب مولوی صاحب. گفت چیه؟ گفت لطفاً هر زمان که سخنرانی رو تمام کردی این کلید دست لطفاً در رو قفل کنی که من رفتم. حالا فکر نکنید که این حالا شما رو رها می‌کنید. خسته که نشید ان شاءالله. اگه خسته نشید یک صلوات محمدی بزنید. خب حالا شما خسته نشدید، ما هم خسته نمیشیم از این به بعد. سروران عزیز، بحث اینجاست که انسانی میتونه مورد محبت خدا و رسول قرار بگیره که چند صفات رو باید در وجود خودش احیا کنه. این چند صفت رو خوب گوش بدید، تو قلب ما و روح و روان و جامعه ما پیاده کنیم انشاءالله. از امشب به بعد پیوند دوستی را فقط با خدا ببندیم، لاغی دست دوستی را با دستان الله ذوالجلال. من نمیگم، حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم که ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل. حدیث صحیح که الله ذوالجلال در شب دست بلا کیف خودش دراز میکند، دست بلا کیف خودش دراز میکند تا جوانانی که در روز گناه کردن، ماهیهای گم شده امت رسول الله را بگیره و بچاره، و در روز دستش رو دراز میکند تا گناهکاران شب رو بگیره. پس بنابراین دست بلا کیف خدا درازه، منتظره که تو دستتو بذاری تو دستت بکشی. و در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد اینجا که بنده مسلمان یه وجب به سوی من الله بیاد، الله ذوالجلال میگه من خدا یه متر به سوش میام، تو یه متر بیا، من خدا 2 متر بیام. خدا میگه چقدر بی انصافیم ما، چقدر بی انصافیم. خدا داره میگه تو یه متر بیا، من 2 متر بیام. آی جوان تو یواش بیا، من خدا به 2 میام. تو لنگال بیا، من الله با سرعت 180 کیلومتر میام. تو یه بنده فقط جرقشو بزن، روشن کردن لامپ ایمانت با من الله، تو استارت ایمانتو بزن، روشن کردن ماشین ایمانت در دست من الله. تو فقط بگو یا الله، لبیکش با من الله، چون گویی تو یا الله گوییم به تو لبیک. این بنده نوازی ها جز حضرت ما را کو، بسیار گناه کردی، از حد ندرسیدی، از ترس عذاب حق نالیدن شبها کو. هر چیز که از او جستی بی انصاف بهر تو مهیا کرد، تو هیچ نمیپرسی کان خالق اشیا کو. پس بنابراین خداوند عزوجل منتظر الله من توست. فقط یه بار از دل بگو یا الله، الله ذوالجلال قطعا دستت رو خواهد گرفت. ای یک دل یه 100 دله، دل یک دل کن. ای کسی که با یه دل داشته باشی، دل 100 دل شده، در 1000 راه رفته. ای یک دل یه 100 دله، دل تو یک دل کن. هرچه غیر از ماست آن را گله کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. اگر تو یک صبح با اخلاص در الله رو زدی و الله ذوالجلال دستت به سینه تو زد، اونگاه گله بکن، نیامده نه. پس بیاییم با اخلاص یا الله بگیم، با اخلاص دست دوستی رو امشب در دستان رب بلا کیف رب العالمین بگذارید. پس گفتید که دوست دارید محبوب خدا بشید. اولین صفت، من برای اینکه بحث رو شما خوب سروران بگیرید در قالب مثال، چون که بسیار جوانان الحمدلله و ما هم جوانیم و برای 90% اومدن ما برای جوانان است، چون که بالاخره نیروی بارنده جهان اسلام است. ما آمدیم اینجا صحبت بکنیم تا درد دل. بسیار دوستان میگفتن در مورد چی میخواد صحبت بکنیم؟ گفتم باور بکنم تا الان که اینجا بلند شدم نمیدونستم در مورد چه صحبت بکنم. آخر گفتم میخوام در مورد درد دلی با جوانان. حالا خدا میدونه چی از زبانم در بیاد، هر چه خدا بخواد.
ولی دوستان اگر میخواید واقعا محبوب خدا بشید 5 حداقل یا 4 تا اگر زیاد طولانی شد. بعد اولین صفت یک انسانی که میخواد محبوب خدا بشه اینه که یه انسانی که میخواد با یه دوست مجازی و دنیوی ایجاد محبت بکنه باید ارتباط بکنه، باید با همدیگر ارتباط داشته باشن، حالا تلفنی، حضوری، توسط نامه، توسط پیغام و پسپام، بالاخره به هر طریق تلگرام، شبکه جهانی، اینترنت، چت، ماهواره و الی آخره. انسان سعی میکنه با کسی که اون رو دوست داره به هر طریقی ارتباط ایجاد بکنه. اگر شما هم میخواید محبوب خدا قرار بگیرید فقط ادعای محبت آسانه و کافی نیست. فقط این بگید خدا رو دوست داری، بگید بله میشه خدا رو دوست نداشته باشم. از یک جوان بگید ای دشمن خدا، یه سیلی میزنه که 7 تا از دیوار بخوری، تو من میگی دشمن خدا، من محبوب خداام. خب بابا کو خصلت های یک انسان محبوب خدا؟ میگه تو چیکار داری؟ من محبوب خداام. با ادعا نمیشه، با حرف مفت نمیشه، با لاف زدن نمیشه انسان خودش رو محبوب خدا قرار بده. میشه با لاف زدن. لاف به هر حال خلاص. به قول مورو رحمت الله علیه میگه آقای بالاخره آقای لاف زن بود، دروغ میگفت. هر روز میاد دارن که تعریف کنه بین مردم یه دنبه از یک جای دزدیده بود، دنبه گوسفند که میدونید دیگه، آمده بود صبح بزرگ سبیلاشو با همین دنبه چرب میکرد، غذا هم نداشت، میومد تو مجلس مینشست میگه عجب گوشت و برنج زیبای خودم صبحانه. مردم میگه از کجا بود؟ این لبامو نگاه کن، لبام چقدر چرب، اینا همه گوشت گوسفنده. مردم میگه بابا عجب زندگی این داره، بابا خدا خیرش بده، خوش به حال این. هر روز صبح میامد این شکمش لامصب قرقر میکرد از گرسنگی ها، این میگه شکمم خیلی پر شده قرقر میکنه. برای هر روز سر مردم کلاه میذاشت تا اینکه یک روزی گربه ها آمد، دنبه‌ای که هر روز این سبیلش چرب میکرد دنبه رو برد. این پدر هم تو مجلس نشسته والا تعریف میکنه از گوشت و برنج میخورده. پسر به دنبال گربه افتاد، ندونست گربه رو بگیره، بلافاصله بدو ناراحت شد، آمد پیش بابا گفت بابا نشست تو مجلس. گفت چیه؟ گفت همون دنبه‌ای که هر روز سبیلا رو چرب میکردی گربه برد. گفت چی داری میگی بابا جان؟ گفت همون سبیلی که امروز صبح همون دنبه‌ای که سبیلا رو چرب نکرد گربه برد. همه زدن تو سرش. گفت وای لافی بیچاره چرا میزنی؟ چرا دروغ بدبخت؟ حالا بلاس نمیشه انسان خودش محبوب خدا قرار بده، میشه؟ نه، باید این صفات رو داشته باشه. اول برای این که با خدا ایجاد محبت و پیوند محبت رو ببندید باید ارتباط برقرار کنید و ارتباط با خدا فقط از پلکان عبادت میسر و بس. الله ذوالجلال میگه ای بنده من، تو میخوای به من نزدیک بشی، تو میخوای محبوب من بشی، تو میخوای من تو قلبت جا بگیرم، پس باید از پلکان و نردبان عبادت بیای بالا که اگر آمدی بالا من هم به تو عزت دنیا میدم هم عزت آخرت. اینطور نیست؟ آیا عبادت انسان عزیز نمی‌کنید؟ جوونا دنبال عزت میگردن، اکثر جوونا سعی میکنن خودشون تو دنیا یک جوری نشون بدن. عزت اینجاست، توی عبادته. تعدادی از جوونا میرن بلافاصله موهاشون رو کوب میزنن، آلمانی میزنن، اینجا رو کلا میتراشن، مثل قدیم بلاسای گوسفندا رو میتراشیدیم. ما گفتن که به به تا مردم جوونا بگن بابا این جوونه، این مد روز آمده. تعدادی هم میگن که خب با مو نمیشه، میرن شلوارهای تنگ بپوشن که 5 نفر به پاشون میکنه 15 نفر از پاشون در میاد. میگن که بابا این جوونه، این مد روز اینه. تعدادی از جوانها میگن نه، عزت با موبایل، یه موبایل قرمز رنگ، بعضی از این اسباب بازی‌ها تو دستشون گرفتن، بعضیا قابای عینکشون رو گرفتن تو قاب گذاشتن، اینجا به جیب شلوارشون زدن که هر کس ببینه ها موبایل داره. اونام که موبایل دارن از این موبایل‌های لاکی میذارن تو جیب، بندش اینجا آویزون میکنن که های مردم من موبایل دارم. عزت تو اینها نیست، اینا همه تمام میشن. عزت تو ماشین نیست، عزت تو خانه چند طبقه‌ای نیست، اینا همه یه صبح میاد یک شام میرن. اگر عزت میخوای، عزت واقعی فقط در عبادته. باور ندارید؟ بشنوید حضرت بلال حبشی سیاه. بلال حبشی رو همتون میشناسید، یک غلام سیاه چرده حبشی که مانند کالایی، مانند این لیوان آب تو کوچه های مکه خرید و فروش میشد. مانند لیوان آب تو کوچه های مکه و مدینه خرید و فروش میشد، کسی ارزشی براش قائل نبودن. همه میگفتن بلال حبشی سیاه. وقتی که آمد همین بلال حبشی، وقتی آمد غلامی محمد رسول الله را به گردن گرفت و آویزه گوشش کرد و از زمانی که آمد در پیشگاه الله این پیشانی خودش را بر زمین سایید، این بلال حبشی همون سیاه چرده چنان عزت پیدا کرد، چنان کرامت پیدا کرد، چنان شرافت پیدا کرد، چنان عظمت پیدا کرد، چنان مجد و بزرگی پیدا کرد که این بلال سیاه شد مؤذن مسجد محمد رسول الله صلی الله علیه و
نشستن، اما پیغمبر میگه قم یا بلال فاذن، قم ای بلال بلند شو اذان. و بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال وقتی متوجه شد مدینه خورشید مدینه غروب کرده، محمد رسول الله دار فانی رو الوداع گفته و به دار باقی شتافته، گفته که زندگی تو مدینه منوره برام جهنمه. وقتی من بگم اشهد ان محمد رسول الله، محمدی رو دور برم نبینم دیوانه میشم. این مدینه برام دیگه ارزش نداره. خورشید نبوت غروب کرده، خورشید دل بلال هم غروب کرده. مدینه رو ترک کرد، رفت به سرزمین شام. 6 ماه نیامد. بعد از 6 ماه نمیخواستم بیاد. بعد از 6 ماه همون بلال سیاه شبیه از شبها جمال جهان آرای رسول الله در خواب دید که ای بلال، ای بی وفا، ای بی انصاف، ای غلام سیاه، من محمد در مدینه منوره منتظر تو هم، چرا منو ترک کردی؟ عزت رسول الله بلال دعوت میکنه که چرا منو ترک کردی، پاشو بیا، من در گنبد خضرا منتظر تو هم. بلال از خواب بیدار شد، 2 مرتبه خوابید تا 3 بار این خواب رسول الله بدید. کسی که پیغمبر رو خواب ببینه دروغ نیست، پیغمبر رو خواب دیده. حرکت کرد آمد به مدینه منوره، زن و مرد، پیر و جوان مدینه منوره، اشراف انصار، اوس و خزرج، هنگامی که شنیدن از تشریف آوری حضرت بلال حبشی، همه بیرون از شهر مدینه رفتن به استقبال بلال سیاه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است و مکان آدمیت. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، به این چشم و بینی نازت نناز، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. آدمی را آدمیت لازم است، عود را گردو نباشد ایزم است. بلال در جمع استقبال کنندگان اشراف مدینه وارد مدینه منوره شد. مردم ازش خواستن که یه بار اذان بگو، گفت نمیتونم، اذان رو نمیتونم، این دیگه از من درخواست نکن. صحابه آمدن گفتن بلال اذان بده. حسن و حسین آمد، بلال تو خدا اذان بده. حرکت کرد آمد، الله اکبر الله اکبر. همه ی زن و مرد فکر کردن 2 مرتبه محمد زنده شده. همه از خانه ها زدن بیرون مجدد، همینی که به اشهد ان محمد رسول الله رسید. بلال دور برش نگاه کرد، دید محمد نیست، بیهوش شد و نقش زمین در زمین افتاد. گفت دیگه نمیتونم اذان بدم، اذان رو نمیتونم ادامه بدم، چون که هرگاه اشهد ان محمد رسول الله میگفتم محمد دور برم بود، با بوی محمد انرژی میگرفتم. این بلال به حدی به مکانی رسید که حتی در شب معراج که پیغمبر خدا از بهشت و جهنم دیدن کرد، قبل از این که وارد جنت بشه، صدای کفش شخصی گوش رسول الله رو نوازش داد. حضرت رسول از جبرئیل سوال کرد که جبرئیل این کیه؟ این کیه که صدای کفشش گوش منو داره نوازش میده و قبل از من رسول الله وارد جنت شده؟ این صدای کفش کیه؟ گفت این صدای کفش یکی از غلامان تو به نام بلال حبشی. الله اکبر. عزت اینجاست یا اینجاست؟ اگر بخوای به عزت و سربلندی برسی، به خدا قسم باید از کانال عبادت بری بالا. لا غیر. تو دنیای امروزی هم همینطوره. یه جوانی میره به خواستگار یک دختری، بلافاصله سوال میکنن نمازخون هست؟ بله. روزه میگیره؟ بله. با علما ارتباط داره؟ بله. دختر بهش بدید، سفارش میکنه، سفارش رو قبول کنید، جوان نمازخونیه. ولی اگه یه جوان لات و علوات و بی مصرف بره، یه جوانی که از دین و از اسلام فاصله گرفته، هر کس رو ببینه میگه نه گمش کن، این چرسی تریاکی معتاد، گمش کن، 2 قرون ارزش نداره. چطور دختر پاکتو میز دستش؟ این در این دنیا، آخرت به جای خودش غلامه ها رو عزیز میکنه، عبادت عزیز میکنه. به خدا قسم. من یک قضیه رو بگم، البته خدای نکرده قصه تعریف این مسائل نباشه. یه روزی من از داخل روستای خودم، بعد با تعدادی از دوستان جوانان دور برم بود، همین چند وقت جلوتر، بعد چشمم به یک جوانی افتاد که کلاس 5 و 4 با هم سر یه میز درس می‌خونیم. این طرف بود، منم این طرف، با هم یه سر میز درس می‌خونیم با هم دیگه. بعد یهو نگاه کردم، همون دوران تو ذهنم آمد، گفتم خدایا تو نگاه بکن،
به برکت عبادت و به برکت دین الله عزوجل چه عزتی رو نصیب ما کرده که حداقل لباس ما کثیف نمیشه. اون دیدم که رو الاغ نشسته، یه زنجیرم به دستشه، یه سیخم به دستشه که الاغ رو سیخ میکنه، از پشتم با زنجیر میزنه. 4 تا سگم پشت سرش بیا سیاکوس. گفتم نگاه کن، خدا رو نگاه بکن، این بدبخت بیچاره رو نگاه بکن. جفت ما هم رفتیم تو حوزه علمی ثبت نام کردیم، خدا شاهده. روز پنجشنبه رفتیم تو حوزه علمی ثبت نام کردیم. مولوی گفت شما با این شلوار تنگی‌ها رفتین، البته معذرت میخوام مثل شما رفتین. مولوی گفت اول برید شلوارهای رپید رو در بیارید و بعد روز شنبه بیایید. میگه حسنی مدرسه نمیره و هر موقع میرفت روز جمعه کیف به دست میگم میرم مدرسه. ما نرفتیم بودیم مدرسه آخرام که رفتیم روز پنجشنبه رفتیم. استاد گفت برید روز شنبه بیاید. روز شنبه که من حرکت کردم برم بیا گفت بابا من حوصله ندارم لباس آخوندی بپوشم، تو برو ملا باش. اون روز رو دیدم گفت جوان یادت هست؟ گفت خدا شاهد خیلی افسوس میخورم، چه عزتی رو خدا به تو داده و این چه ذلتی است که به من داده، حتی راست چپ هم نمیدونم. جوان عزت خدا شاهد در عبادته. یه روزی یه غلامی رو در مدینه منوره میارن، یکی به معرض فروش میذاره. غلام اون زمان خرید فروش میشد. آمد در کوچه بازار مدینه منوره حراج کرده بود. همین که داد میزد جارچیکه های غلام دارم ارزون و فلان مثل الان میگن های سبزی دارم های نمکی و های فلان، اینم داشت داد میزد. غلام یک مرتبه متوجه شد گفت های هر کس منو میخره من یه شرط دارم. شرط رو بشنوید. هر کس میخواد منو بخره یه شرط دارم. شرط چیه؟ پوشاک خوب میخوای؟ نه. خوراک خوب میخوای؟ نه. موهات میخواد فرم خاصی داشته باشه؟ نه. شلوار تنگ میخوای؟ نه. البته بخشی جوانان به این چیز خیلی گیر میدم، البته تو زبونم نشسته دیگه چیکار بکنم. به هر حال البته شما رو دوست دارم، اینطور کسی دوست داشته باشه باید زیاد شوخی میکنه. خب پس تو چه میخوای؟ چه زهرماری میخوای؟ گفت هر کس میخواد منو بخره من شرط دارم که نباید مانع من بشه که 5 وقت نماز رو در مسجد نبی پشت سر رسول معظم اسلام نماز بخونم. سبحان الله، چه عشق و علاقه ای داشتن اونها به عبادت. یه بار یکی از صحابه که قربان تو بشم من تو رو میخرم، تو ارزش داری، تو جایگاه داری. آمدی رو خرید، 5 وقت نماز پشت سر آن حضرت نماز میخون. پیغمبر عادت داشتن اصحاب خودش یادآوری میکرد، حضور غیاب میکرد در واقع این نوع. بعد روزی از روزها متوجه شد، سلام گردون، دید این نوجوان غلام نیست، این غلام نوجوان نیست. از صحابه پرسیدن کجاست؟ 2 روز این رو مسجد نمیبینم. صحابه گفتن یا رسول الله ایشون بیمارن. سبحان الله. پیغمبر بلا فاصله رگهای گردنش باز کرد، چشماش در هم کشیده شد. گفت یکی از اصحاب من، یکی از یاران من و نمازگزاران و عابدان دین و عابدان خدا مریض و شما منو خبر نکردید؟ گفتن یا رسول الله اون خیلی کم ارزشتر از اونه که شما بیادتش برید. گفت سبحان الله، شما چی دارید میگید؟ کسی که این پیشانی رو در پیشگاه خدا بگذاره اون ذلیل نیست، اون عزیزه، اون کم قدر نیست، اون با قدره، اون بی عزت نیست بلکه گل سرسبد همه عزیزانه. خانهش کجاست؟ من برم بیادتش. پیغمبر راهنمایی کرد، آمد پشت در خانهش در زد. غلام رو بستر بیماری افتاده. گوش بده جوان، از پشت در گفت که کیه؟ رسول معظم اسلام صدای این فرد رو نشنید چون مریض بود. 2 مرتبه در زد، گفت کیه منو اذیت میکنه؟ من نمیتونم بلند بشم. تا 3 بار پیغمبر در زد، گفت کیه؟ که ناگهان از پشت در صدا آمد، انا محمد رسول الله، من محمدم، من رهبر بشریتم، من دلسوز و غمخوار امتم، من پیغمبر شما. برق صفاتی رو گرفت. چرا؟ چون که در مخیلش نمیگذشت که پیغمبر به یادتی غلام بی قیمت و بی ارزش بیا. از جا بلند شد، آمد در رو باز کرد، چشماش قبول نمیکرد. در رو باز کرد، دید بله رهبر بشریت آمده، محمد امین آمده. آغوش به آغوش شدن، اشک مثل ابر بهاری میریخت. گفت یا رسول الله تو منو سرفراز کردی، خجالت دادی، من ارزش اونو نداشتم. پیغمبر با دستان مبارکش اشکای این جوان رو پاک کرد. گفت نه، بل والله انک عند الله غال. به خدا قسم ای غلام تو نزد خدا خیلی با قدر و با ارزشی، تو خیلی عزت داری، خدا منو فرستاده تو از تو عیادت کنم. غلام وقتی متوجه شد قدر و عظمت خودشو، گفت یا رسول الله اجازه بده 2 رکعت نماز بخونم. سر رو به سجده گذاشت، در سجده گفت پروردگارا سجده عشق 1
سجده دارن و اون سر رو گذاشتن و 2 مرتبه بر نداشتن. خدایا من عاشق تو هم، حالا که خدا و رسول ازم راضی شده سجده عشق از من قبول فرما، سر رو بگذارم دیگه بر ندار. سر رو گذاشت، پیغمبر رو سرش ایستاده. 5 دقیقه شد بلند نشد، 10 دقیقه شد بلند نشد. رسول معظم اسلام رفت کنش داد، علیرام بلند شد. هنگامی که سرشو بلند کرد دید جانشو به جان آفرین تسلیم کرده. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر 2 جهانش بخشی، دیوانه تو هر 2 جهان را چه کند. کسی که عاشق خدا باشه، کسی که دوستدار خدا باشه خدا رو میخواد. عاشقان دائم لقای دوست میدارند، دوست در غم و راحت رضای دوست میدارند، دوست وعده دیدار چون در جنت آمد لاجرم. عاشقان جنت برای دوست میدارند، دوست. خیلی مهمه. سرشو بلند کرد رسول معظم اسلام، دید دنیا رفته پیغمبر. یک لحظه اشکاش سرازیر شد. 2 مرتبه رسول معظم اسلام به خنده شدن. صحابه عرض کردن یا رسول الله چرا گریه میکنید و چرا میخندید؟ گفت گریه ام به خاطر فوت و رحلت این عزیزه که چرا از دنیا رفت، ولی خنده ام وقتی دیدم تمام حوران بهشتی و فرشتگان خدا به استقبال این نوجوان آمدن، منو خنده گرفت، خوشحالی سراسر وجودم آمد. خدا انسان رو چقدر عزیز میکنه. سروران عزیز و جوانان محترم، دنبال عزتید از کانال عبادت برید بالا. بیایید به خدا قسم عبادت شما رو به همه جای میرسونه. اگر عبادت میخوای باید عزمت رو جذب کنید، غیر این صد نمیشه. و عبادت باید با خاصه باشه. عبادت زوری به درد نمیخوره، عبادت اجباری به درد نمیخوره. عبادت اجباری چطوره؟ عبادت اجباری اینه که وقتی که انسان تو مشکلات گیر کرد و بگه الله الله، این به درد نمیخوره. آقا تو عمرش اصلا نماز نخونده، هنگامی که میفته تو بیمارستان شما برید دیدنش، از این بعضی بیمارا بپرسید حالت چطوره؟ خدا را شکر، هرچی از جانب خدا بیاد شکر، هرچی خدا بخواد خوب شکر. ای بی انصاف، تا دیروز اصلا خدا رو نمیشناختی، حالا اینقدر خدا میزنه که هر کسی این بگه بایزید بستمی. این جوانایی که تو زندان افتادن برید خبر بگیرید. الان تو جیبم یه نامه هست، خدا شاهد، دیروز 4 صفحه یک جوانی از داخل زندان وکیل نوشته فلانی من هر سال پشت سر نماز میخوندم، امسال نماز عید نیامدم، دعا کردم که برسم به عید نرسیدم. بعد از اون خواستی که سخنرانی عید رو کلا توی کاغذی براش بنویسم براش بفرستم. گفتم انگار من وقت مفت دارم که بیام 50 دقیقه سخنرانی رو بنویسم تو کاغذ. البته عشقه، چرا؟ چون اونجا رفته همه چیز دیده، متوجه شده که چقدر مشکله. این عبادتی که هنگامی که مشکلات آمد اگرچه که قبوله ولی ارزش چندانی نداره. این دیگه عبادت زورکی هست. تعرف الی الله فی الرخاء یعرفک فی الشده. هنگامی که تو مشکل مریض میشه الله الله میگه، هنگامی که چیکاش برگشت میخوره میگه خدایا خودت رحم کن، هنگامی که تصادف میگه خدایا همین بار من نجات بده، 2 مرتبه غلط بکنم که من بیام الباطی بکنم. مثل آقای این 1-2 تا لطیفه هم هست گفتم دیگه، چون که منو معذرت میخوام شب عروسی هست قرار مقداری بخندیم. یه آقای یه روزی برای چیدن خرما میرفت رو درخت بالا، درخت خرما رو خوب رفت بالا، عاشق خرما و عشق خرما پایین نگاه نمی‌کرد که بابا از زمین چقدر فاصله گرفته. خوب رفت بالا، یهو به زمین نگاه کرد، درختای خرما دید خیلی بلنده. اوه عجب بدبختی، عجب غلطی کردم، من گفت بیا همه بالا. همون بالا گفت خدایا اشتباه کردم، اگه منو سالم به زمین برسونی 6 من روغن زرد در راه تو خیرات میکنم. روغن زرد رو روغن زرد میگه شما، روغن حیوانی. بعد شروع کرد آمد پایین 6 من روغن رو، هر من 30 کیلو هست، 18 کیلو، هر کیلو چقدر روغنای حیوانی؟ تقریبا 5000 تومان، خیلی پول زیاد میشه. بعد 10 تومان میگه. بعد آمد پایین مقدار 1-2 متر پایینتر، زمین نزدیکتر شد، گفت خدایا 6 من روغن میخواد چیکار بکنی؟ 4 منم بدم بسته. شروع کرد باز مجددا پایینتر، پایین و پایین بیاد، مقدار پایینتر به زمین نگاه کرد نزدیکتر شده، گفت خدایا 4 منم اسرافه، 2 من بدم کافی. آمد پایین رو دیگه نزدیک بود پاش به زمین میرسید، سرش بلند کرد گفت خدایا اصلا تو روغن زرد مگه لازم داری که من بهت بدم؟ خدا تو روغن زرد لازم نداره، ای بیرزا بالا لازم داشت پایین لازم نداره. پاشو گذاشت روی زمین، یه میخی رفت تو پاش، از اون پس در آمد، در حالی که اشکاش میره گفت خدایا کی تو کاسه تو فرستادی که من روغناتو ندادم؟ حالا اینطوریه انسان تو مشکلات که قرار میگیره روغن زرد خیرات میکنه، گاوشو خیرات میکنه، گوسفندشو خیرات میکنه. یه جوانی امروز سر صبح ساعت 8 اومد در خانه من از خواب کشیدی بیرون، فلانی چیه؟ آشفته، خیلی حیران، فلانی چیکار شده؟ من یه خواب دیدم
دیشب چه خواب دیدی؟ خواب دیدم فلان یه زنه آمد نمیدونم هیولای جنی آمد پیشم فلان رو فلان یه خواب عجیب غریب تعریف کرد. خب نهایتا چی شد؟ یه سیدی آمد گفت یا 50,000 تومان که تو بانک لیمونا رو دقیقه بده یا کرکت کنده است. تو داری چیکار می‌کنی؟ گفتم برو 50,000 تومان خیرات بده. الله اکبر. هنگامی که زور میاد میگه خداش مولوی همین 50,000 تومان دارم و یه موتور هوندا دارم بس چیکار بکنم؟ گفتم اگر به من میگی اگر برای من میخوای صدقه بدی هیچی ندی، ولی این تنبیه بی‌نمازیات تو فقط جمعه به جمعه میای یا عید به عید، برو فوراً یا تو بگو 5 وقت نماز بیا یا که هم برو 50,000 تومان بده هم موتور هوندا هر دو تا رو بده بره. اینطوری انسان نباید. یا یه آقای دیگه میگه یه درخت گردو داشت، فقط یه درخت گردو هیچ چیزی نداشت، رفت برای اینکه گردو تکون بده یهو خیلی گردو بار می آورد. بعد دهاتی متوجه شد که بله این شاخه درخت شکست، از همونجا آویزون شد. گفت پروردگارا همین یه درخت گردو رو دارم، بیفتم پایین دست پام نشکنه، خدا شاهد تو رو گواه میگم که همین درخت گردو رو مستقیما در راه تو خیرات بکنم. من گردو میخوام چیکار کنم؟ ازم بالا شاخه افتاد و بهره افتاد پایین، حرکت کرد، دست پاش تکون داد، نگاه کرد، نه بابا سالمم. از همون نظری که داد پشیمان شد. یک دو قدم رفت گفت خدایا یک درخت گردو و 10 تا بچه من بدم تو چطور قبول میکنی؟ حالا این عبادت نه، عبادتی که از صدق دل باشه، عبادتی مثل این جوان داوود جان ما که امروز میشب میتونست اینجا هر بلایی به سر خودش بیاره، 1000 ساز و سرنا و مطرب بیاره اما نیاورد، این میشه عبادت. جوونی که زمینه گناه براش مساعده بیاد عبادت بکنه، این عبادت ارزش داره. وگرنه پیرمردان مجبورن بیان نماز بکنن چون که اسرائیل در خانه‌اش هر روز صبح در میزنه. در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری است، وقتی پیری گرگ ظالم میشود پرهیزگار. گرگ ظالم وقتی که پیر میشه گوسفند رو نمیدره، اون از بالاخره از اخلاقش نیست، بلکه اون نمیتونه دیگه، دندونشو نداره. حالا این پیرمردا که میان نماز بخونن دیگه کاری ندارن، مجبورن از اینکه برن اونجا گله بازی کنن، خب بیان نماز بخونن. ولی جوون بیاد نماز بخونه ارزش داره، جوون بیاد تو مسجد ارزش داره. این همه جوان واقعا اگر این مسجد رو امشب گل میکاشتیم اینقدر ارزش نداشت، اینقدر نمود نداشت که همه جوان الحمدلله ارزش دادیم این مسجد. پس سروران عزیز اگر موقع محبوب خدا قرار بگیرید از پلکان عبادت برید بالا، عبادت بکنید، بیاید این پیشانی رو در آستانه خدا بسایید، بیاید نماز بخونید قبل از اینکه این فرصت از شما گرفته بشه. و به خدا قسم اگر این فرصت گرفته شد به دست نخواهد آمد. شبکه اینترنت باز هم، من چون با اینترنت سر کار دارم، شبکه اینترنت یه داستانی رو مجددا نوشته بود. گفت 2 تا جوان بودن، یکی اسمش احمد یکی عبدالناصر. این احمد و عبدالناصر کارشون چی بود؟ حالا من از اینجا متأسفم که اسمشون بی انصافا اسم اسلامیه. اسمش محمد، از این طرف محمد رو نمیشناسی. اسمش ابوبکر، اصلا شهامت ابوبکر رو نمیدونه که چیه. اسمش عمر، عدالت عمر رو نمیدونه. اسمش عثمان، حیای عثمانی تو وجودش نیست. اسمش علی، شجاعت علی نیست. اسمش طلحه، غیرت طلحه نیست. اسمش زبیر، ایمان زبیر نیست. اسمش محمد، صفا و صمیمیت محمد نیست. اسم خواهرمان سمیه است اما حجاب سمیه نیست، عایشه نیست. این اسم بی مستعار به درد چه میخوره؟ حداقل خواهران اونهایی که چند قمری بگذارید، بلبل بگذارید، کفتر بگذارید، ستون بگذارید، فلان بگذارید، یا جوان همون گلبدین بگذار، گلله بگذار، فلان بگذار، محمد چرا میگذارید؟ جمشید بگذار، کوروش بگذار، خسرو پرویز بگذار، این اسما رو بگذار. چرا اسم محمد رو میذاری؟ اگر محمد اسمت گذاشتی پس محمدی باش، اگر ابوبکر گذاشتی ابوبکری باش، اگر عمر گذاشتی عمری باش، گرچه که عمر شاید کم باشه اسم ما. لذا این 2 تا جوانی که احمد که عبدالناصر صبح به صبح میرفتن ساعت 9 به پارکا رو میدونید، پارکای امروزی فضای زب نیست، پارکای امروز محلی است برای دختران فراری و پسران قراری. یعنی چی؟ پسران قرار میگذارن، دختران فرار میکنن پیر ولا جاده، پدران خبر ندارن. اینو پارک اینا رفتن اونجا با هم قرار میگذاشتن، از ساعت 8 و 9 صبح بلند میشدن میرفتن تا ساعت‌های 10-12 شب به قول خودشون حال میکردن، خوب خستگی میشدن میآمدن مثل یک برای حیوانی میافتادن، باز صبح حرکت میکردن، چشماشون پیک زده به اصطلاح ما، گردنشون باز کرده و هیچ دین و نماز و فلان در قاموسشون اصلا نیست. روزها همینطور میگذشت. اما انسان سروران عزیز همیشه این موقعیت پیش نمیاد. خبر دارید الان در ایران اسلامی ما هر 15 دقیقه یک نفر طی سوانح رانندگی میمیرن، هر 15 دقیقه یک نفر، فقط تو سوانح رانندگی ها. یعنی در هر ساعتی 4 نفر.
این فقط سوانه رانندگی. بیماری ها رو بگذار که الان 55 میلیون نفر ایدزی فقط تو دنیا داریم، 2,500,000 نفر تو ایرانه و هر 16 الی 20 دقیقه یه نفر به ویروس ایدز داره مبتلا میشه. چه خبره؟ 218 میلیون معتاد داریم تو دنیا. چه خبره مگر؟ اینا از کجا آمدن؟ جوامع اسلامی ما چرا اینطور شدن؟ به فکر دنیا نباشید، عاقبتتون رو برباد نکنید سروران عزیز. این دنیا میگذره. الان صبح رفتی، شب شاید برنگشتی. هفته گذشته توی یکی از روستاهای منطقه ما یه دختری در حال احضار هست، بالاخره در حالت این که بمیره. دکترها جوابش کردن، آمد به خانه‌اش، پدرش دید که بعد این داره میمیره، قوم خویشا رو دعوت کرد، نمیدونم خواهراش و بقیه قوم خویشا رو که بیان به هر حال هم حلالیت بطلبید، همین که به هر حال عرض به خدمت شما همدیگر اینجا غذایی بخوریم و فلان بکنیم، از این حرفا خیرات بشه. بعد همه حرکت کردن آمدن، خواهرها برادراش همه. بعد یه خواهری که سالم بود آمده بود، این پدر براش یک گوسفند کشته بود برای اینکه ختم و خیرات بده. دختری که سالم بود بلند میشه، این جگره رو برمی‌داره، جگر گوسفند رو برمی‌داره و میخوره. با مجردی که جگر گوسفند رو میخوره، جگر تو گلش گیر میکنه. این دختری که سالم بود برای تعزیت آمده بود، این میمیره. اون دختری که دکترا جوابش کرده زنده میشه. راست راه. عجل اینطوریه. احمد و عبدالناصر یادم نره، آخرین قصه است دیگه، وقت رو زیاد نمیگیرم. اگرچه که هر چی بگیرم حقتونه، چون که خودتون خواستید زنگ زدید بگید بیاد بابا چه خبره. من دیشب می‌خواستم، دوستان عجله کردم بابا دیشب من جلسه جوانان دارم فلان دارم، نمیشه. دوستان اصرار کردن، گفتم گلوم درد میکنه، جناب مولوی گفتم جناب مولوی حنجرم خیلی ناراحته، گفتم ان شاء الله درست میشه. حالا لابد جناب مولوی تو دلش میگه بابا این که حنجرش اینقدر درد میکرد، اینقدر وقت ما را گرفت، اگه حنجرش خوب بود. حالا کار نداره. احمد و عبدالناصر هر روز میرفتن. یه روز احمد رفت سر قرار، عبدالناصر نیومد. هر چی ایستاد تا ساعت 11 12 نه بابا خبری نشد. ساعت 12 موبایلش زنگ زد. گوشی رو برداشت، گفت چی الو؟ گفت به خاطر فوت رفیقت عبدالناصر به تسلیت میکنم. گفت چی داری میگی؟ دیوانه شدی؟ عبدالناصر دیشب تا ساعت 1 و 2 با من بوده، صحیح و سالم به خونه رفته، تو چطور میگی اون مرده؟ گفت به هر حال مرده، چون که بعضی دیدید کسانی با هم ارتباط دارن یهو میمیرن، قابل قبول نیست، قابل باور کردن نیست. متاسفانه اینطور سروران عزیز. شنیدم اینجا چندین در روزهای آخر خودکشی را افتاده، آتش سوزی، خودشون آتش میزنن. چرا؟ چون که عبادت نیست. چون که اگر عاقبت رو درست کرده باشن، هیچ زمان دنیای خودشان را و آخرت خودشان را با سوزاندن خودشون خراب نمیکنن. اینها ایمان نیست، تقوا نیست، عبادت نیست. لذا روح و روان آزرده. شاید مال داشته باشن، شاید کارخانه داشته باشن، شاید سرمایه داشته باشن، شاید اکثرا بچه پولدارا این کارا رو میکنن. چرا؟ چون که سروران عزیز وسایل راحتی رو دارن. ماشین وسیله راحتی است، کارخانه وسیله راحتی است، زمینی کشاورزی وسیله راحتی است، خود راحتی نیست. اینها وسایل راحتی رو دارن، ولی بعضی از این پولدارا خدا شاهده یه ساعت کنار خانواده نیستن در 24 ساعت. این چه راحتی؟ این راحتیه؟ این جهنمه که نگذار انسان یه ساعت کنار زن و بچه‌ش باشه. راحتی تو عبادته، تو این جنگه. کاری نداریم. گفت برده مگر؟ قبول نمی‌کنم. گفت قبول نمی‌کنه ساعت 2 بعد از ظهر بیاد تو مسجد جامع، من نمیتونم باید 7 تا 8 بخونم، بیاد تو تشییع جنازه شرکت کن. حرکت کرد آمد. بالاخره ساعت 2 بعد از ظهر مسجد جامع رو هم بلد نبود. چرا؟ چون تا اون روز نماز نخونده بود بیچاره. الله اکبر. به خدا قسم جوانای ما اینطوریه. همین ماه مبارک رمضان من نمیگم سر هم رو پاش کنم، یه جوانی آمده پیشم، خدا رو گواه میگیرم به این منبر و به این منبر قسم خودم درست نیست، به اون خدایی که ما رو خلق کرده. یه جوان تو ماه رمضان آمده میگه فلانی، گفتم چیه؟ گفت من 3 سال با یک زن شوهردار ارتباط دارم و دارم زنا میکنم. 3 ساله. گفتم 3 سال تو با یک زن شوهردار، شوهر زنده است، بله تو خانه‌اش است، شوهر میره بیرون، من با زن ساخت و باخت کردم. جوان ماست. الله اکبر. و بعد جالب‌تر یک چیز خنده‌داری که میگفت از زمان 15 سالگی روزه هم قضا نشده، روزه هم مرتب میگیرم. گفتم روزه بودی زنا کردی؟ گفت بله. ولی وقتی روزه تو نشکست خدای نکرده. و این مولی من مسخره میگه، احمد مسخره چیه؟ تو چطور روزه میگیری که روزه تو رو وادار به زنا میکنه؟ نعوذ بالله. خدا شاهد اینها خندیدن نداره، این گریه داره. این زلزله ها که میاد از اینهاست. چرا دنبال این میگردن که زلزله برای چی میاد؟ لعنت و نفرین بر تو ای طبیعت. طبیعت چه اشتباهی میکنه؟ طبیعت چه کار میکنه؟ یا دنبال اینن که مواد مضاف و سیال داخل زمین تبدیل به فلان شدن، این هرج و مرج پیش اومده و این زلزله پیش اومده. نه، اون مواد مضاف و سیال رو هم خدای مواد اونها رو به حرکت درآورده و این همه مفاسد اجتماعی در عرض 12 ثانیه 40,000 نفر از بین رفتن. 12 ثانیه
شب جمعه بود، همه آمده بودن جشن‌های تولد برگزار کرده بودن، آمده بودن ساز و سرنا، هیچ کس فکر نمی‌کرد. و بعد آخر شب که خوابیده بودن گفتن دیگه خوب امشب تا صبح گناه کردیم، تا فردا ساعت 10-11 میتونیم راحت بخوابیم. سر رو گذاشتن اما نفهمیدن که این سر گذاشتن دیگر برداشتنی نداره. و هنگامی گرفتن جنازه ها رو بردارن اکثرا لخت مادرزاد میدن، آبرویشون در دنیا و آخرت رفت. 2 سال مواظب باشید. و بعد در جنوب شرقی آسیا، سریلانکا، تایلند، هند، اقیانوس هند، در عرض چند دقیقه الله عزوجل بیش از 250,000 نفر رو زیر و زبر کرد. طرفت العینی جهان بر هم زند، کس نمی آید که آنجا دم زند. او سلطان هرچه خواهد آن کند، عالمی را در دمی ویران کند. کسی میتونه جلوشو بگیره؟ نمیتونه سروران هست. اینا همه گناهانه. و باز یه جوان دیگه آمده بعد از ماه رمضان با موتورش ساعت 8-9 شب، جوونا جا من زیاد مراجعه میکنن، میاد میگه فلانی. گفتم چیه؟ گفت کار دارم باید بیا رو موتورم بشین بریم یه دوری بزنیم. گفتم والا آمدن پیشت هستم بریم موتور رو دور زدن من نیستم. گفت چرا؟ گفتم شما جوونا ماشاءالله اینقدر تکچر میزنید، الان من از عقب مندازیم یک ملای با ریش و مندیل و امامش افتاده تو خیابون، من این کارو نمیکنم. چی میخوای بگی؟ بگو همینجا. گفت پس بیا اینورتر کسی نشنوه. گفتم چیه؟ گفت من تو این ماه مبارک رمضان. گفتم چیکار داری با من؟ گفت فلانی من سیدیا و نوارات و زیاد دیدم و فلان شدم تغییر و تحول در من اومده، ولی من تو کل ماه رمضان یه روز هم روزه نگرفتم. گفتم عجب سیدیای من تو عجب تحولی در تو ایجاد کرده، من خبر نداشتم. تحولی داری تو نماز نخونی؟ گفت نه فلانی بعد از ماه رمضان به من رسیده و اگر قبلا میرسید حتما روزه میگرفتم. آیا خدا الان بعد از ماه رمضان منو قبول میکنه؟ گفتم چرا نه جوان عزیز، اون خدا درهای رحمتش فقط تو رمضان باز نیست، خدای رمضان الانم هست، درهای عبادت و توبه الانم بازه، فقط تو بیا بگو یا الله، همون چیزی که اول عرض کردم. بله عبدالناصر احمد بلند شد آمد تو مسجد جامع، یادم نره قصم آخرین قصم بود بعدها ببخشید، آمد تو مسجد جامع دید بله مردم جمعن، ساعت 2 بعد از ظهر دید بله اون احمدی که دیروز قشنگ میخندید، عبدالناصر، اون عبدالناصری که دست و پای قشنگی داشت، مژگان بسیار زیبایی داشت، ابروان باریکی داشت که جوانان بدون ابروها رو باریک میکنن، به اصطلاح خودشون جراح پلاستیک میکنن، خودشون رو خوشگل میکنن به اصطلاح، موهای فرم زدش و کف زدش آلمانیش همه تبدیل شدن به یک جوان بی تحرک و مجسمه بی غیرت. تو کفن پیچیدن آوردنش، رفتم جلو دیدم که بله، گفتم من باید ببینمش، نگاه کردم دیدم بله لبای خندانش الان به هم پیش خورده، چشمای زیباش الان دیگه نیست. الله اکبر جوان. رفتیم گفتن نماز جنازه بخونیم، رفتم وضو گرفتم، غسل کردم، آمدم وضو گرفتم، آمدم تا اینکه نماز جنازه بخونم، نماز جنازه رو هم بلد نبودم، رفتیم کیلو دفن بکنیم، قصه نیست تو اینترنت، رفتیم اینو دفن بکنیم، قبر رو که کنده بودن قبلا، می‌خواستیم میت رو بذاریم که یک ناگهان یک سیاه ماری بلند شد، سرشو بلند کرد که نزدیک بود تمام جمعیت و میت رو ببله. الله اکبر. میگه فرار کردیم، میت رو با خودمون کشیدیم و فرار کردیم، گفتیم یه جای دیگه قبر بکنیم. قسم میخورد گفت 7 جا براش قبر کندیم، اما هر قبر سیاه ماری بزرگتر از قبر قبلی. آخر دیدم راهی نداره، با لگد زدن تو قبر، حتی تو لحد نذاشتن، گفت برو گم شو با اعمال ننگینت. دیدن اون صحنه 1000 مار و عقرب میگه تو قلب و روح و روان من ایجاد شد که های جوان، اگر تو الان به جای احمد میبودی چه کار میکردی؟ هم تو دنیا آبروت رفت هم تو آخرت. خدا نکنه انسان رسوای دنیا و آخرت بشه. جوانت بیم دست در دست یکدیگر بدیم. من نیامدم خدای نکرده شما رو سخنرانی بکنم، سخنرانان علما به ویژه مولانا صاحبی هستن، بقیه علما تشریف دارن، ولی آمدیم با هم درد دل بکنیم. چه کار بکنیم که این راه ها باز بشه، جوونا بیان به سوی عبادت بیان. همه راه ها با بنبست میخوره غیر از راه عبادت. ای برادر بی‌نهایت درگهی است، راه عبادت بی‌نهایت درگهی است، هرچه بر وی میرسی بر وی میز. لذا من میخواستم همه صفات یک انسانی محبوب خداست بگم، تازه یکیشم خلاص نشد. اولین صفت کسی که محبوب خداست اینه که باید عبادت بکنه، با خدا ارتباط داشته باشه، در غیر این صورت ممکن نیست. 4 صفت دیگر رو انشالله میگذاریم برای یک مجلس و محفلی که با شکوه باشه، مثل همین مجلس یا بزرگتر این مجلس. انشالله ما نمیخوایم که این آخرین مجلس باشه و دوستان قول بدن این بار با یک عروسی دیگه نمیام،
این بار در صورتی میتونیم بیام که 2 تا عروسی باشه، 3 تا باشه، یا محفل دیگر ان شاء الله اگه خداوند توفیق بده بقیه صحبتم رو میگذارم برای این مجلس. اگر مجلسی توفیق نیافته ان شاء الله در مجلس های دیگری ان شاء الله این مسئله رو عرض خواهم کرد، باز ان شاء الله نوارها به شما خواهد رسید. امیدواریم خدای پاک این محفل را به درگاه خودش قبول فرماید. الله ذوالجلال بر این پیوند مبارک و میمون و خجسته الله ذوالجلال رحمات و برکات معنوی خودش را نازل بفرماید. نتیجه این پیوند رو فرزندان و اولاد صالح و نیکوکاری به جامعه اسلامی عنایت بفرماید. دست در کاران این مجلس و محفل را خداوند عزوجل طول و عمر با عزت عنایت بفرماید. شرکت کنندگان در این محفل را پروردگار عالم بالاخره اونها رو به راه راست هدایت کرده، بر هدایت و توفیقاتشون بیفزاید. علمای اعلام و بلبلان بوستان رسول الله تشریف آوردن و گلهای سرسبد این امت الله عزوجل قدم‌های اینها را سبز بفرماید، با نور معنویت و قرآن سبز بفرماید. حضور همه شما سروران عزیز باعث شکوه این مجلس شده و امیدواریم این مجلس و چنین مجالسی به کرات و مرات اتفاق بیفته و علما رو بکشونید اینجا و در خدمت شما باشند و مطمئن باشید کیفی که امشب تو این جلسه کردید، البته نه از صحبت من نمیگم، فقط از این معنویتی که تو این جلسه حاکم بوده تا الان همه نشستن با وضو، واقعا در این جلسه دیگر نمیتونید پیدا بکنید. پس حال رو الگی ترجمه نکنید، حال اینجاست. امشب برید همه جا برید حال کردیم امشب. چرا؟ چون که 1 ساعت 1.5 ساعت فقط در پیشگاه خدا و رسول بودیم و پیش سخنان الله و رسول که توسط یک طلبه ایراد شد. امیدواریم خدای پاک به صحبت‌های حقیر اول خودم رو توفیق عمل و سپس همه دوستان رو توفیق عمل عنایت بفرماید. از اینکه بیش از حد مصدق شدم واقعا معذرت میخوام و در آخر باز هم از جناب مولانا صاحبی و آقای داوود خانی شاداماد عزیز و خانوادهشون واقعا صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.